بله من اینجام دوباره. 2 گویند مردمان که خوشتر ز هم و آغوشی هیچ کام نه است. اود گویند برخی دگر که برتر ز مهر راستین هیچ رامش نه است. و دوان گروهی دیگر در پی زر انبوه اود گنج ستبر بوند. لیک کس نداند آن شور و آن سور را، آنگاه که با کریستال میدن پهلوان بازی 2 نخستین بار پایه شش خیس بزنی. اود همان دم ناپیدا شوی و نادیدار روی. اود با آقانیم گام زنان خام خرامان، همه رزم سپاه هماورد را در هم شکنی و براندازی. آن هنگام چنان شادی در جان خیزد و چنان آتش در دل ریزد که خوشتر ز هر کام تن بود. اود دلانگیزتر ز بازدید 1000 باره سریال پایتخت بود. این را هر 2 باز داند و آن که نداند هنوز هنگام او نارسیده است. به راستی اگر این شاهکار آسمانی را خواهی آزمود، باید خیش را از هیاهوی گیتی برکنی و همه زمان خیش بدو بسپاری. آنگاه دخترت گوید ای پدر، مرا مه باید و سیم جیب باید. تو لیک کلید پایین چنان وانمود کن که هیچ آوا نشنوی. پس هدست بر سر نهی و چش بر در جهان و دگر دوزی. اود اندر بازی شوی جایی که فریادها بلندتر بود. اود واژه ها تندتر بود. اود هر هماورد خیشتن را شهریار گیتی پنداری. پس برای راستی او براستی نه زر یاد آید، نه خواب یاد آید، نه خود یاد آید. تنها نبرد بود و هماورد بود و آرزوی چیرگی بود. این اصلاح بازیگر دل سپرده که نیمه در این جهان است و نیمه در این جهان نه است. گاه بود که در تله خشمی شوی و آتش در دل هماورد افکنی. گاه بود که از شور چیرگی بانگ براری و بانگو در چقدر دستخطم بده. لیک با همه رنج و شکنج، با همه خشم و خروش، این نگار دیداری ویدیو یادگار 2 است. یادگار شب‌های دراز و نبردهای فراز و یادگار کامی شیرین و دلی شاد. پس اگر زندگانی نیک داری و روزگارت شاد است، من تو را پند دهم که سوی 2 روی آری روی آر. چه بسیار بود که آن شادی اندک را بستاند و در جایش داستانی بزرگ و یادمانی سترگ بنهد. زیرا 2 بازی نه است، کلید پایین 2 سرنوشت است.